آقا توی سوپرمارکت انگلیسی نتونی صحبت کنی که نمیشه. یکی از جاهایی که تو مسافرت و مهاجرت لازمه بتونی خیلی خوب انگلیسی صحبت بکنی دقیقاً توی سوپرمارکت. توی این آموزش میخوام توی چند دقیقه همه چیزایی که لازم داری برای اینکه بری سوپری خرید کنی، حساب کنی، برگردی خونه رو کامل بهت بگم و یکی از کامل ترین آموزش های انگلیسی صحبت کردن توی سوپرمارکت رو در اختیارت قرار بدم. میدونم این ویدیو برات خیلی جذابه، پس لایک، سابسکرایب و تا انتهای ویدیو با من باشید. مطلبای آخر ویدیو رو اگر از دست بدید قطعاً یه جایی توی سوپرمارکت به مشکل میخورید. با هم دیگه شروع میکنیم که بتونیم توی سوپرمارکت خیلی راحت انگلیسی صحبت بکنیم. بخش اول زمانیه که شما میخواید برید به سوپرمارکت. اگر خواستید به بقیه بگید من دارم میرم سوپرمارکت، یا حالا میخواد بگید چه جوری دارم میرم سوپرمارکت، میتونید از این جمله ها استفاده بکنید. Today I'm going to the supermarket. امروز من دارم میرم به سوپرمارکت. Do you need anything؟ چیزی لازم دارید؟ Do you need anything؟ اینو داری میگی به اطرافیانت که وقتی شما داری میری سوپرمارکت اونا هم اگر چیزی بخوان بتونن بگن تو براشون تهیه بکنی. ببین حتی قبل از اینکه بری سوپرمارکت دارم بهت میگم میتونی چه کارهایی انجام بدی و چه جمله‌ای رو استفاده بکنی. این جمله رو هم دقت کن. I'm going to take the bus to the supermarket. من دارم میرم اتوبوس بگیرم که برم سوپرمارکت. I will drive to the supermarket. با ماشین خودم رانندگی میکنم و میرم سوپرمارکت. Do you need anything؟ چیزی لازم دارید؟ خب حالا یه جمله دیگرم بهت بگم. این جمله هم به دردت میخوره، هم واقعا میخوام بهت پیشنهاد بدم که این کار رو انجام بدی و از کیسه های پلاستیکی استفاده نکنی. I usually bring my own shopping bags. من معمولاً کیف خرید شخصی خودم رو میارم، یعنی از پلاستیک استفاده نمی کنم. It's better for the environment. این برای محیط زیست هم خیلی بهتره. خب بریم توی بخش دوم، وارد فروشگاه میشیم. ببینیم اونجا چه خبره. شما وارد فروشگاه که شدی یه سری کالا هست که باید دنبالش بگردی. لازمه بدونی از کی سوال بپرسی، به کی کدوم جمله رو بگی. نکته جالب، شما اگر بخوای از صندوقدار آدرس یه چیزی رو بپرسی و موجود بودن یه چیزی رو توی فروشگاه بپرسی خیلی فرق میکنه تا فروشنده های توی راهروها. میخوام با این جزئیات اینا رو در اختیارت قرار بدم. اولین چیزی که توی فروشگاه لازم داری یه سبد خرید هست که باید داشته باشی. وسایل تو که انتخاب کردی توی اون سبد قرار بدی و بعد همشو با هم دیگه بیاری صندوق. اون سبده اگر بخوای و دنبالش میگردی باید چه کار بکنی؟ Can you tell me where I can find a shopping basket؟ میتونید به من بگید من کجا میتونم یه سبد خرید پیدا بکنم؟ shopping basket. یا اینکه I need to get a shopping cart. shopping cart چیه؟ shopping cart اصطلاح آمریکاییه. اصطلاح انگلیسیشو ترولی میگن. اون سبدهای بزرگی که چرخ داره و شما میتونید اونا رو استفاده بکنی برای وسایلت. شاپینگ بسکت سبدهای کوچیکه برای خریدهای خیلی جزئی. پس دوتا اصطلاح اینجا خیلی مهم بود. شاپینگ بسکت، شاپینگ کارت. این دوتا چیزی بود، سبدهایی بود که داخلش میتونستی وسایلتو بذاری و با هم دیگه فرق داشت. یکیش چرخ داره، یکیش نداره. یکیش کوچیکه و یکیش بزرگه. حالا توی فروشگاه دنبال یه چیزی میگردی. توی بخش سوم موضوعی که میخوام بهت بگم looking for something، دنبال یه چیزی گشتن. اون ساختارهایی که میتونی استفاده بکنی برای اینکه از یه نفر بخوای راهنماییت بکنه که یه چیزی رو بهت نشون بده این چیزان. Would you mind telling me where I can find cheese؟ میشه بفرمایید کجا من میتونم پنیر پیدا بکنم؟ کجا میتونم پنیر رو بردارم؟ این سوالو از صندوقدار میتونی بپرسی. Can you check if you have in stock؟ میتونید چک بکنید مثلا فلان چیزو توی انبارتون، توی موجودی فروشگاهتون دارید یا نه؟ ببین دقت کن به این نکته‌ای که بهت میگم. این ساختار Can you check if you have cheese in stock، اینو از فروشنده ها نمیپرسید، اینو از صندوقدار یا حسابدار میپرسید که روی سیستم موجودی فرضاً پنیر رو نگاه میکنه، موجودی روغن رو نگاه میکنه، به شما میگه داریم یا نداریم. پس نگاه کردن موجودی رو از صندوقدار یا حسابدار میپرسید، ولی اینکه کجا هست و توی کدوم قفسه هست و از فروشنده ها میپرسید. پس متوجه شدیم این ساختار که در خصوص موجود بودن یا نبودن هست معمولا ما از صندوقدار میپرسیم. جمله بعدی Sorry
Where do you keep the pet food؟ غذای حیوانات رو کجا نگهداری میکنید؟ کدوم قسمت غذای حیوانات هست؟ یا اینجوری هم میتونی بپرسی Do you know where I can find مثلا swap؟ Do you know where I can find swap؟ میدونید کجا میتونم صابون پیدا بکنم؟ این یعنی صابون کجا هست و میتونید حدودش رو بگیرید. نکته رو بهتون بگم، کجا میتونم پیدا بکنم زمانی سوال میپرسید. این ساختار where I can find زمانی است که میخواید یا انتظار دارید حدود قفسه هایی که شوینده داخلش هست رو به شما نشون بده و انتظار ندارید تا اونجا با شما بیاد. شما میگید کجا میتونم پیدا بکنم، یعنی خودم میخوام پیدا بکنم، فقط حدودش رو به من بگو. Where I can find پس زمانی است که دیگه ما انتظار نداریم بیاد. میگه مثلا اون اطراف قفسه های سوم به بعد اونجا رو نگاه بکنید و ما هم دقیقاً همین انتظار رو داریم. مهم بودا، خیلی اهمیت داشت که بتونیم دقیقاً جای درست از سوالا استفاده بکنیم. اینم یه ساختار خیلی عادی و ساده است. Do you have شما دارید؟ این فقط داریم ازش میپرسیم دارید. و معمولا وقتی اینو میپرسیم پشتش آدرس هم بهمون میدن. میگن مثلا توی راهرو دوم Do you have any fresh flowers؟ گلای تازه، گل طبیعی دارید؟ میتونیم اینم بپرسیم. حالا یه سوال ازت بپرسم، میدونی معمولا کی تو فروشگاه دنبال گل میگرده؟ اون کسی که ویدیو مخزنی ما و قرارهای عاشقانه رو دیده و الان اومده گل بگیره بره از اون ویدیو آموزشی استفاده بکنه. حتما اون ویدیو آموزشی رو به نظرم باید ببینی. کجا؟ نه الان، صبر کن، ویدیو سوپرمارکت رو تا انتها ببین، اینو یاد بگیر، بعد میتونی سر استراحت سر فرصت بری ویدیو قرارهای عاشقانه و ویدیو مخزنی هم ببینی که ازش استفاده بکنی. همین الان که نمیخواد بری، اول این ویدیو رو تا آخرش ببین. نمونه سوال بعدی برای پرسیدن این که یه چیزی هست دارن یا اگر دارن کجا است. Do you stock organic flour in this store؟ شما آرد ارگانیک توی فروشگاهتون دارید؟ این سواله که پرسیده میشه. این مثل do you have نیست، در مورد همه چیز بپرسیم. این سواله do you stock organic flour in this store؟ شما آرد ارگانیک توی فروشگاهتون دارید؟ این مربوط به پروداکت ها، محصولاتیه که همه جا نیست یا کمیابه، احتمالاً توی فروشگاه وجود نداشته باشه. داریم میپرسیم دارید یا ندارید، یعنی 50% احتمال میدیم داشته باشن، 50% احتمال این هست که نداشته باشن. بریم توی بخش چهارم، asking for something، درخواست دادن، خواستن یه چیزی، درخواست دادن برای خرید. جمله‌ای که تو این قسمت توی بخش asking for something لازم داریم چی هست؟ I would like 6 slices of ham please. من 6 تکه ژامبون میخوام. I would like. یا این ساختارم ساختار خوبیه. Can I have half a pound of Gouda cheese please؟ میتونم نصف پوند پنیر گودا داشته باشم؟ Can I have. ساختار بعدی May I have 3 chicken breasts please؟ ممکنه 3 تیکه سینه مرغ بهم بدید؟ ممکنه 3 تیکه سینه مرغ داشته باشم؟ Can I get half a kilo of fresh shrimp please؟ میتونم نیم کیلو میگو تازه بگیرم؟ Can I get. I'd like to order. این فرق میکنه با بقیه درخواستا. I'd like to order a fresh pepperoni pizza. من میتونم سفارش یه پیتزای تازه پپرونی بدم؟ تفاوتش چیه؟ I'd like to order برای محصولاتی استفاده میکنید که باید براتون آماده بکنن. در واقع میتونم سفارش بدم، اون میگه میتونم اینو بردارم، میتونم اینو داشته باشم، ممکنه به من بدید. این یکی میگیم میتونم سفارش بدم. توی I'd like to order شما بعد از اینکه گفتید باید منتظر بمونید براتون آماده بکنن. توی بخش فروشگاه که غذا دیگه بسته‌بندی و آماده نیست، شما بردارید و برید، باید سفارش بدید، براتون آماده که کردن، شما اونو تحویل بگیرید. حالا یه مثال دیگر رو بهتون میگم. Can I order a birthday cake for next Friday please؟ میتونم یه کیک تولد برای جمعه هفته آینده سفارش بدم؟ ببین سفارش میدی برای جمعه هفته آینده، باید صبر کنی آماده بشه. I order. Can I order
میتونم سفارش بدم. I'd like to order. Can I order. این دوتا ساختار برای زمانی بود که میخوایم سفارش بدیم آماده بکنن و بعد ما تحویل بگیریم. اما توی بخش پنجم میخوایم بریم توی صندوق و اونجا حساب بکنیم، تصفیه حساب بکنیم و بیایم بیرون. Checking out. Checking out. این تابلو رو احتمالاً توی فروشگاه حتما دیدین. خب hello here is my card. Thank you. این سبد خرید منه. My card. سبد خرید منه. این وسایلیه که من میخوام. وقتی بهشون میگیم here is my card. Thank you. یعنی بفرمایید این خریدهای منه، این سبد خرید منه. I brought my own shipping bags. من کیسه خرید شخصی رو با خودم آوردم، یعنی پلاستیک لازم ندارم. توی خیلی کشورها این اهمیت داره و به عنوان یه رفتار خیلی مناسب برای محیط زیست تلقی میشه. یه موقعی هم یه کالایی گرفتی آوردی قیمتش نمیدونی، میخوای قیمتش رو اونجا بپرسی ببینی اصلا اینو جزء کالات بذاری یا نه، شاید برات مغروم به صرفه نباشه و نخوای بخری. این کالا رو میتونی بدی به صندوقدار، قیمتش رو ازش بپرسی و بعد اونجا تصمیم بگیری. چجوری این کار رو انجام میدی؟ Could you check the price of the detergent for me please؟ میشه قیمت این شوینده رو برای من چک کنید؟ با بارکد خانش قیمت رو چک میکنه، به شما میگه انقدر. شما حالا میتونی اینو برگردونی جز خریدت نذاری یا میتونی بذاری. Do you accept credit card or debit card؟ شما کارت اعتباری یا کارت خرید نقدی قبول میکنید؟ حواستون باشه این دوتا با هم دیگه متفاوته. یه توضیح کوتاه رو بدم. کارت اعتباری کارتیه که شما با خرید کردنش موجودی ندارید و به بانکتون یا شرکت ارائه دهنده کارت اعتباریتون بدهکار میشید. کارت خرید نقدی موجودی حساب خودتون واریز کردید از قبل توی حساب و از حساب خودتون دارید خرید میکنید. با خریدش هیچ بدهی برای شما لحاظ نمیشه و پول خودتون بوده که خرید کردین. Do you take cash؟ پول نقد هم میگیرید؟ Do you take cash؟ Can I have a receipt please؟ receipt نیست. receipt please. میتونم رسید داشته باشم لطفاً؟ Thank you so much. خیلی ممنونم. توی بخش ششم هم going home. میخوایم وسایلمون رو برداریم و بریم سمت خونه. I'll bring my shopping to my car. اینو زمانی که به کارمند فروشگاه میگی یعنی اینکه من با ماشین خودم دارم میرم که بدون این وسایل تو به کدوم قسمت برات حملش بکنه. یادت باشه تو اکثر فروشگاه بزرگ خود شما وسایل تو حمله میکنی تا ماشینت براتون میارنش. I'll bring my shopping to my car یعنی من وسایلمو کنار ماشینم میبرم، من با ماشین اومدم و اون کارمند میدونه که وسایل شما رو به سمت پارکینگ باید حمل بکنه براتون. We carry our shopping home on the bus. من با اتوبوس وسایلامو به خونه میبرم و میدونه که باید وسایل شما رو به سمت ایستگاه اتوبوس بیاره. وقتی هم میرم خونه I will unpack the shopping as soon as I get home. من به محض اینکه خونه رسیدم بستای خریدمو باز میکنم. این دیالوگ هایی بود که شما توی سوپرمارکت لازم دارید. اما یه چند تا کلمه است که تو بخش هفتم میخوام اینم بهتون بگم. در واقع اصطلاحات و کلماتی که برای خرید کردن توی سوپری لازم دارید. اولین اصطلاح آیل. تلفظش رو دقت بکنید. آیل به معنی راهروهای بین قفسه ها هست. گروسریز مواد غذایی. مواد غذایی. food and other item from a store. check out صندوق محل پرداخت وجه. یک کلمه خیلی مهم دلی. یه بخشی از فروشگاه است که اغذیه فروشی بهش میگن. اصطلاحاً به بقالی هم میگن دلی مارکت، به بقالی هم میگن. ولی تو فروشگاه‌های بزرگ اون بخشیه که مواد غذایی که بسته‌بندی نیست و خودت بر نمیداری رو اونجا دارن میفروشن. به این بخشی که مواد غذایی مثلا میگم گوشت یا به عنوان مثال سوسیسه باید برات وزنش کنن بهت بدن و تو نمیری توی قفس‌ها خودت برداری، این قسمت رو بهش میگن دلی. پس توی فروشگاه بزرگ به این معنیه. در واقع شما اگر که مثلا میگم پنیر بسته بندی شده رو میخوای میری توی قفسه ها برداری، ولی اگر پنیر فله‌ای که باید برات وزنش کنن و بهت بدن و لازم داشته باشی بعد بری بخش دلی مارکت. اینم لازم بود که حتما بدونید. کاستمر اور شاپر هر دو تا اصطلاح درسته. شمایی که میرید توی فروشگاه برای خرید کاستمر حساب میشید یا شاپر مشتری. شاپینگ کارت بهتون گفتم سبدهای خریدی که بزرگه و چرخ داره. توی اصطلاح آمریکایی شاپینگ کارت و بریتیش بهش میگن ترولی.
چرخ دستی در واقع. شاپینگ بسکت، سبد خرید، تفاوتش اینه که کوچیک‌تره و توی دست میگیرید، چرخ هم نداره. بیکری نونوایی، جایی که نون و شیرینی ها رو اونجا به صورت تازه دارن عرضه میکنن. بوچر، میت کانتر، فروشگاه یا بخش فروش گوشت. فیشمانگر اور فیش کانتر. فیشمانگر یا فیش کانتر یعنی جایی که مواد غذایی دریایی یا ماهی‌ها رو میفروشن. دیری، لبنیات. فروزن فود، غذای یخ زده. کند فود، غذای کنسرو شده. دراید فود، غذاهای خشک شده. هاوم بیکینگ، جایی که مواد اولیه غذاهای خونگی رو میذارن، مثلا آرد و پودر کیک و این چیزها رو اونجا میذارن، میگنش هاوم بیکینگ. تابلوش اگر دیدی دیگه الان میدونی که این قسمت محصولیه که شما لازم دارید. هاوسهولد پروداکتس، شوینده و موادی که به صورت روزانه تو خونه استفاده میشه. حالا شما برام بنویس هوم ویر یعنی چی؟ اینو میخوام شما برام معنیشو بنویسی. ببین دیالوگا رو یاد گرفتی؟ کلمات لازم هم یاد گرفتی؟ الان یه بار اینا رو تکرارش کنی برای خودت، مرورش بکنی این ویدیو رو، رفتی تو سوپری هر چیزی خواستی میخری راحت میتونی بخری و اصلا مسئله و چالشی نداری. به خاطر همین میخوام اول 2 تا کار انجام بدی. لایک و سابسکرایب اگه نزدی الان بزنی. دوم، ویدیو قرارهای عاشقانه و مخزنی رو حالا میتونی با خیال راحت بری ببینی. خیلی جذابه، مطمئن باش.